غارموزه وزیری اولین غارموزه خصوصی ایرانه که در سال 1384 توسط دکتر ناصر هوشمند وزیری در لواسون افتتاح شد. استاد وزیری خیلی از مجسمه و تندیس‌های این موزه رو از مواد بازیافتی و مواد در طبیعت مثل سنگ و چوب ساخته و هر کدوم از آثار ایشون بیانگر داستان‌های شاهنامه و فولکلور سرزمین ما ایرانه. اگه روزی گذرتون به لواسون افتاد حتما به این موزه سر بزنید و آزادانه فیلم و عکس بگیرید و از آثار ایشون لذت ببرید. متاسفانه استاد چند سال پیش فوت کردن ولی آثار ایشون در این موزه نامشون رو جاودان کرده. در ادامه با ما همراه باشید تا یک بازدید از این موزه شگفت‌انگیز و عجیب غریب داشته باشیم. این هم دهن شیر هست. استاد اینو به این شکل در آورد. 80 سال پیش ایران بزرگترین شیر آسیا را داشت که کشتن شیر سمبل قدرته. دهن شیر رو استاد کوتاه گرفت. موقعی ورود اکثرا خم میشن میرن داخل غار، در واقع تعظیم به طبیعت میکنه. و این قرمزم که بغل دهن شیر هست، این در واقع یه گاو داره میخوره. این شبا بسته میشه در غاره. به این شکل حتی جای دندوناش هم رو اون گوشته در آورده. خب و اینجا دو خواهر رو این درخت در آورد استاد. اینا دوتا چوب چناره و اینجا هم استاد این تنه درخت رو به این شکل در آورد. درختی که شاخ آورد از این همه تخریب. انسان ها هیچ وقت به طبیعت ارزش قائل نیستن تا میتونن یه چیزی رو نابود میکنن. و این هم روی این ساعت نوشت در اینجا زمان متوقف میشود. این هم مرد ترکمن اینجا نشسته رو صندلی و رو زانوی ما یه شاهنامه گذاشته بودیم که متاسفانه اونو دزدیدن دیگه. همینجوری یه جمله نوشتیم اینجا. و این هم رستم دستان، در واقع نگهدارنده ایران زمینه که اینجا به این شکل در آورد استاد با بتون اینو. و این هم رخشه. اینجا هم مرد سفالگر تو لاله‌جین همدان استاد همینو در آورد. سمتری اونجا هر وقت رفتید همین مجسمه رو اونجا تو میدون میبینید. این نمونه همون اینجا هم درست کرده. تشریف بیارید این قسمت. و این هم لوح آزادی کوروشه. و این اسب رو نگاه کنید که کامل این سنگ از این سمت تشریف بیارید. نگاه کنید این چقدر زیباست. و اینجا هم غلامرضا تختیه. تختی همیشه قهرمان. و این سمت هم که استاد شجریان هست. و اینجا هم فرمانده هست، دستش دوربینه، علامت دستشه که داره نشون میده. و این سمت هم من هم از سیاره X5 می آیم و برای شما زمینی ها گل آوردم که این گلاش سیخ کبابه. این هم یه پروفسوره که در حال فکر کردن به طبیعت چجوری به وجود اومده. و این هم چهره هست که برنز جنسش. و این هم پسر بلیط فروش بهش میگن که در حال انتظاره. این هم قالب دستای خود استاد. دستان متحد، دست به دست هم دادن، متحد شدن. شما میتونی به یکی دست بده، میتونی بهش یه علامتی که خلاقانه از خودت حتی نشون بدی. یعنی میتونی یکی با مشت بزنی، میتونی با یکی دوست باشی بهتر یا با مشت بزنی یکی ها. این هم دختری رودخونه هست. همین سنگ رودخونه هست به این شکل اینو در آورد استاد.
این هم پاسداران و لوتوس میگن که استاد توی این سنگ رو کنده‌کاری کرد، بعد توی این فراوهره رو گذاشت، رو اون شیشه رو آورد به این شکل که این زیبایی خودش. و این هم یادی از تخت جمشیده. این هم ماهی نگاه کنید که همین سنگ رودخونه هستین، ماهی دردام. قصهش طولانی. این خانم آقایی بودن مینالیدن، هیچی نداشتن بخورن. شوهرش ماهیگیر بود، موقعی که رفت توی دریا طور انداخت ماهی آورد تو خونه، از تو شکم ماهی مروارید در اومد، به خاطر اون از سنگ که استاد اینو در آورد. این هم مرد کرد. و این هم فرد در حال انتظاره که کامل بتونه. این هم سردار جنگل. و این هم درخت ایرانی اینجا در آورد استاد که ریشه‌شو نگاه کنید رو سقف اینا قومیت رو نشون میده. میگه نگید من ترکم، کردم، همه یک انسان هستید، همه یه هدف دارید، نباید قومیت ایجاد کنید. این بخش هم هست. و این هم من زنده هستم و زندگی. هر کسی توی سبک داره زندگی میکنه، یکی خوب یکی بد. و اینجا تشریف بیارید این سمت. این راجع به بمباران فلسطین در آورده بود استاد 15 سال پیش اینو. و این پدره که بچه‌ش نجات داده و این مادره که دستشو دراز کرده داره بچه‌شو نجات میده. و این سمت نگاه کنید، این مرده اینجا و این مادره که دستش گیره و این سمت بچهش پای مادر رو گرفته، میگه منو نجات بده. همزمان نمیتونه هر دوتا رو نجات بده، باید یکی انتخاب کنه. این هم دایناسوره. دایناسور جای زندگی میکنه که طبیعت اونجا رو داره میسازه، نباید به حیوونا ما آسیب بزنیم. تشریف بیارید این سمت. و این هم گلنوش هست. این کلن از مواد بازیافته، پلاستیک، موهاش تنابه، دستاشو نگاه کنید لولای آبه. و اون بغلیش هم اگزوز و موتوره که آخر احساس. و انتهای غارم نوشته اونجا حتما روزی خواهند اومد. اون انتها از این سمت بیاید. شاید بار دیگر او بیاد نوشته روش. ممتا اون نوشتهش از اینجا دید نداره، ما حفظی میخونیم اونا رو. اینجا هم دوتا نیمرخ هست. ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هرچی دیده بیند دل کند یاد. این هم مجسمه مادر خود استاد هست. و این هم که زیرنویس داره، اینو دوست داشتید، جامجمه ببر. این هم خورشید خانوم هست. و این هم قالب دست خود استاده که رو سنگ مرمر خودش اینو در آورد فویش. در واقع استاد خیلی کتاب میخوند، 8 زبون بلد بود. این هم اسمش انتظاره، جنسش مسه. و این هم درخت زبون گنجشک بهش میگن که یکی از سفت‌ترین درخت.
این هم راجع به تخت جمشیده، با سیمان سفید در آورد استاد اینو. و اینجا یه جمله استاد نوشت: تو که با ما سر یاری نداری، چرا هر نیمه شو آیی بخوابم. اینجا هم که بسازم خنجری نیشش ز فولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. خب تشریف بیارید این سمت. اینجا تشریف. با اینم که قدیما باش نقد درست میکردم از پشم گوسفند، مثل این که با این هی میچرخوندن. و اینجام که انواع اقسام تلویزیون، کلا وسایل قدیمی اینجا، چرخ خیاطی. اون سگم تاکسیدرمی شده اینجا. خب از اینجا بریم پایین. باریک عشقی و باریک خانم هستیم. چوب چناره و رو دست راست این تتو زده: عشق تو منو کشت. این سمت اینجا هست. از بغل اون میله میتونید برید. و اینجا آرش کمانگیره. این سمت رو نگاه کنید، داره تیر رو میکشه. و این بخش هم نگاه کنید همینجا. اینجا یه نیمرخ رو نگاه کنید، سنگ مرمری. خیلی سخته سنگ مرمر به این شکل بخواید در بیارید. اینجا دو تا دست از تو دهن در اومده. انسان ها اینقدر غیبت همه میکنن، هیچ وقت دست بردار نیستن. و این لوستر رو نگاه کنید، شاخ گوزنه. اون دولفین هم تاکسیدرمی شده. و این هم تنه درختی که استاد به این شکل ازش رخ در آورد. من متأثر از جور انسان ها، غمگینه. اون زنجیر چوبی استاد از همون تنه درخت یه دست در آورد، همه تا همه، حتی یه دونش هم جدا نشده. اسمش انتقام درخته. و این هم بادگیرهای یزده. این هم آثار سفالی استاد 52 تا 54. نقاشی هم نقاشی خود استاد. پوستر اسب نگاه کنید، جلوی اسب نگاه کنید. تکیه‌گاه دستش به این شکل. و این هم کلا بطری‌های آب معدنی در بطری‌ها ذوب کرد استاد. و این CD ذوب شده هست. این رنگی ها رو اینا هست. اینا در بطریه. یه دستش گله و یه دستش گلدونه.
این هم مریم میرزاخانی 96 در آورد استاد. این تنه این نصف این تنه درخت این بخشه، نصفش هم اینجا هست. تشریف بیارید این سمت. اینجا رستم در آورد استاد و اینجا رخ هست، این ور اینجا و اینجا 5-6 تا رخ تو خود همین تنه درخت در آورد. اینجا هم پری دریایی از همین تنه درخت در آورد استاد. اینجا بخش کارگاه سفال فعلا تعطیل، این که بعد ایام عید دوباره باز میشه. و اینجا هم یه تنه درخته که استاد ازش نقاب در آورد. گفت اون چهره که خدا به انسان ها داده نباید نقاب بزنن. خب تشریف بیارید این سمت. خب از این سمت تشریف بیارید. این هم مقاومته. این اکثرا میاد نگاه میکنه، نگاه یه گوزنه دیگه اینجا فلز در آوردن. این درخت یه برگ داره، گوزن اومد دور این حلقه کشید نذاشت به این درخت آسیب بزنه. حتی یه حیوان اومد از یه درخت مراقبت کرد. خب این گلبانو از بخاری نفتی در آورد استاد اینا که با قیچین رو به این شکل نگاه کنید برش داد گلگلی. این هم مادره. هر وقت رفتی تو بیمارستان سارم همونجا این مجسمه رو میبینید. نمونه همون اینجا هم در آورد استاد مادر رو. این هم عشق و سرمستی. اینجا هم بیلبورده. بیلبورد. این بیل اینم برده. میشه بیلبورد. فقط برای نصب آگاهی ازدواج واسه لبخنده. کسایی که وارد مجموعه شدن تو عقل نباشن بخندن. این هم یک خانم قدرت یه زن رو نشون میده. یه زن چه توانایی داره. اکثر مردها نمیتونه یه زن رو درک کنه. و این هم صمد بهرنگیه. اینجا هم این مجسمه کفشاش فلزه. این در واقع یک خانمه کفشای ابتدایی خودشو داره. این صورتش عوض کرد، لباسشو هیچ وقت نتونست درونش عوض کنه. انسان با پوشیدن لباس نمیتونه خودشو خوب نشون بده. باید درونت عوض کنی نه فقط ظاهرتو. این هم مسا خوشگل از ضایعات برقه. و این درخت رو نگاه کنید سیاه. شب چهارشنبه سوری اینو سوزوندن تو خیابون افتاده بود و استاد آورد اینو اینجا یه پایه درست کرد واسش و یه پرنده رو این درخت نشسته. میگه این درخت که سبز بود برای من یه آشیانه بود، الان یه درخت سیاه من نشستم رو این هیچ جذابیت واسه من نداره. اینم یه گاوه. خوشحالم که آدم نیستم. و این هم چلگیسه. این موهاش بسته‌بندی جواز اون پلاستیکا دقیقا از همونه. و این هم رویای شبانه یه پری رو دیوار در آورد استاد. وقتی شما ناراحتید دوست دارید بغلی رودخونه برید، دوست دارید توی کوه برید، هر کسی احساس نسبت به خودش داره. و اینجا هم که امیرکبیر. این هم بز نشسته توی یخچال در آورد استاد. مارک یخچال هم بخونید مال چند سال پیش این یخچال دیگه از این یخچالا وجود نداره. این هم
من عاشق آبم، فقط یک نفر میدونه. حالا یکی میاد نگاه میکنه یه 2 تا قاشق چوبی رو میخ زدن رو هم. وقتی شما یه درخت رو میذارید رو آب میمونه، یه درختی که 20 تن وزنشه ولی یه سوزنه که 10 گرم وزنشه بندازید تو آب نمیمونه، ولی یه درختی که 20 تن وزنشه میمونه رو آب. به خاطر اون میگم من عاشق آبم. و این همون که توی غار گفتم، دستان متحد، دست به دست هم دادن، متحد شدن. میتونی یکی با مشت بزنی، میتونی بهش دست بدی. این خورشید بانو هست و این هم آدم و حوا هست. این یه دستش یه کوزه آب هست و این هم دستش شاخه‌های گندمه که تو دستشه. یعنی تو هر چقدر تلاش کنی همونو میتونی تصور برگردونی به خودت. این هم روش نوشته، به من میگن خوشگله، CD ذوب شده هستیم. پشت سرش در بطری آب معدنیه که این جک کمد اینا سر بگیریش. این هم یادی از خانه پدریه. این پنجره 90 ساله است. اکثرا میان پشتین عکس میگیرن. ما تا حالا ما اینو گذاشتیم این سمت که بارون نخوره بهش، داغ میشه.